سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. برگزاری نشست ویژه به هدف رسیدگی به وضعیت صحی سیلاب زدگان ولایت نورستان. سفر رئیس عمومی دفتر مقام ریاست الوزراء به ولایت نورستان و بررسی مناطق سیلاب زده در این ولایت. و سازمان عفو بین‌الملل خواستار بررسی حمله رژیم پاکستان بر شفاخانه تداوی معتادین در کابل. امروز چهارشنبه 31 ماه سرطان سال 1405 خورشیدی. در ادامه مشروع خبرها، وزارت صحت عامه میگوید که نشست به هدف رسیدگی به وضعیت صحی سیلاب زدگان ولایت نورستان بر ریاست مولوی عبدالولی حقانی معین عرضه خدمات صحی این وزارت برگزار شد. در نشست وضعیت آسیب دیدگان، ارائه خدمات صحی، ارزیابی نیازها و تامین تجهیزات و مواد ضروری صحی مورد بررسی قرار گرفت و به مسئولان مربوطه هدایت داده شد تا برای بهبود خدمات صحی و رسیدگی به نیازهای آسیب دیدگان اقدامات لازم را انجام دهند. دکتر عبدالواسع خادم رئیس عمومی دفتر مقام ریاست الوزراء در سفرش به ولایت نورستان از مناطق سیلاب زده شهر پارون مرکز این ولایت بازدید کرد. در این دیدار معاون والی نورستان درباره خسارات سیلاب، وضعیت خانواده‌های آسیب دیده و نیازهای فوری آنان معلومات ارائه کرد. آقای خادم اطمینان داد که برای رسیدگی به مشکلات سیلاب زدگان و بازسازی مناطق آسیب دیده اقدامات لازم انجام خواهد شد. دفتر مقام ولایت هرات میگوید که از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون بیش از 10,000 متر مربع قالین دستباف افغانستان از ولایت هرات به آلمان صادر شده است. بر اساس معلومات ارائه شده ارزش این قالین ها به $103,000 آمریکایی میرسد. و در خبر آخر، سازمان عفو بین‌المللی در تحقیقات تازه خود خواستار بررسی حمله رژیم نظامی پاکستان بر شفاخانه 2000 بستر تداوی معتادین امید در کابل به عنوان جنایت جنگی شده است. این سازمان اعلام کرده است که هیچ شواهد برای تایید ادعای پاکستان مبنی بر استفاده از شفاخانه امید برای نگهداری سلاح و مهمات وجود ندارد. سازمان عفو بین‌الملل در این تحقیق خود بیش از 60 ویدیو و عکس، 30 تصویر ماهواره‌ای را تحلیل و راست‌آزمایی کرده و همچنین 11 مصاحبه با کارمندان و بازدید کنندگان شفاخانه امید انجام داده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.